روی لای در بردم، این تیکه بالا رو 1 سانت دوخت گذاشتم همین روی لای. بعد میام روی پارچه میچسبونم. من الگومو فیکس در میارم چون نمیخوام گفتم که یقم مردونه، نمیخوام خیلی پهن بشه. شما اگه که دوست داشتین یقتون پهن‌تر بشه میتونین این پایین رو دوخت بذارین، ولی من نمیخوام این تیکه رو فیکس در میارم. اینو دو نقط در میارم که کنم که راحت تر بشه. تیکه بعدش هم دوباره همینجور پارچه‌مو دلا میکنم و برگه یقم رو میچسبونم. برگه یقم رو این تیکه‌شو یک کوچولو دوخت میذارم، یه نیم سانتی، ولی بقیه‌اش دوخت لازم نداره. اول باید اینو بدوزیم، بعد بیایم افت کنیم، بعد لاس کنیم. خب بچه دقت کنید تیکه بالای یقه رو بدوزید. این تیکه که یه هلال داره و گوشاش تیز نیست مال قسمتیه که به لاس کنه یقه وصل میشه، یا به قول معروف فرنچی یقه وصل میشه. همون که دوختیم چرخای گوشش رو میزنیم. یقه رو برمیگردونیم و اتو میزنیم. یقمون رو وقتی که برگردونیم اتو کردیم با هم دیگه چک میکنیم، روی هم میذاریم و اضافه های یقه رو قیچی میکنیم. حالا یقم رو ببینید، طرفی که لایی نداره بیرون میذاریم و این تیکه یقم رو میایم از اول روی این میذاریم و به این وصل. یه دوخته نیش به این میذاریم که فقط به من وصل. این که وصل کردیم به یقم رو. حالا این پایه یقم رو شما میتونید یا با اتو یا اینکه یک دوخته پایه بزنید و 1 سانت تا بدید. که اینو دوختیم میایم تیکه زیریه 3 سانتی روش میذاریم و اینو شروع میکنیم بدیم. ما اینجا 1 سانت دوخت داریم، پس 1 سانت دوخت روی لای میگیریم و ادامه. به همین حالتی که گرد است شما درجه چرختون رو ریز میکنیم و کارمون گرد میکنیم. اگه 1 سانت اینجا اضافه داشتیم بالا 1 سانت رو میدیم برای دوخت بشه بودیم و دوباره این طرف یقه و 1 سانت دوخته یقه رو میگیریم. حالا آرایش میکنیم و برمیگردیم. برمیگردیم و اتو میزنیم. دیگه اتو میزنیم میایم این دو تا لبه یقم رو با هم چک میکنیم که ببینیم کوچیک بزرگ نباشه. بعد میایم با فاصله 1 سانت اضافه های درس میاریم. ما یک دوخت روی یک تیکه یقه میزنیم. وقتی که داریم این دوخت رو میزنیم یقه رو با دستتون بکشیم که اینجاش کنه. حالا لباس میمونه ببینید طرف چپ لباس رو خودتون ببینید و یقه رو بذاریم اول لباس 1 میل با فاصله و به همون اندازه که این تیکه جای دوخت گذاشته بودیم یقتون ببینید. خب حالا میایم برمیگردونیم روی دوخت. بچه‌ها سعی کنید این دوختی که میزنیم حتما روی دوخت قبلیتون باشه تا کارتون زیباتر بشه. روی دوخت قبلی
یقم ببینید وقتی که دوخت رو روی دوخت قبل بزنید اینجوری که برگردونید اون طرفا دوختتون میفته روی یقه نمیفته روی لباس. این یقم حالا میایم یقه رو روی هم میذاریم قد لباس رو کنترل کنیم. قد لباس من اندازه سجا کنم چوب اضافه بده کنیم. حالا سردوش میزنیم و تای لباسمون رو میدوزیم. پایین لباسمون رو میدیم و ساده این من پهلوی لباسم دوست داشتم یکم گردتر بشه. 3 سانتی متر بالا و به 1/3 لباس وصل کردم و فیس کردم که یه کمی پهلویش گردتر بشه. شما اگه دوست داشتین میتونید گرد کنید. این هم پایین کار لباسم که فقط دکمه و جا دکمه شد. یادتون باشه این دکمه‌اش سمت چپ کاره و 5 سانت از لبه یقه پایین میایم و جا دکمه‌تون رو میزنید با فاصله 1.5 در فاصله میدین 8 دوباره جا دکمه 1.5 با آرزوی موفقیت.